بیایم با چند تا سوال شروع کنیم. چرا بعضی کشتی‌ها و هواپیماها انگار بی‌رد و نشان ناپدید شدن؟ چرا اسم مثلث برمودا انقدر ترسناک و مرموزه؟ و مهمتر از همه، آیا واقعاً توی این منطقه یه چیز غیر عادی وجود داره یا همش یه داستان بزرگه؟ بیاین با هم بدون بزرگنمایی بریم سراغ واقعیت و ببینیم علم چی میگه و افسانه از کجا شروع شده. مثلث برمودا یه منطقه است توی اقیانوس اطلس بین فلوریدا، برمودا و پورتوریکو. مسیر یکی از شلوغ‌ترین راه‌های دریایی و هوایی دنیاست. حالا نکته جالب اینه، آمار نشون میده تعداد حادثه‌ها توی این منطقه خیلی بیشتر از بقیه مسیرهای شلوغ دنیا نیست. پس چرا اینقدر معروف شده؟ بخش زیادی از داستان برمیگرده به گزارش‌های قدیمی، خبرهای اغراق شده و کتاب‌ها و مستندهایی که بیشتر دنبال هیجان بودن تا واقعیت. خیلی از کشتی‌هایی که گفتن ناپدید شدن، بعداً مشخص شد غرق شدن یا مسیرشون اشتباه گزارش شده یا اصلاً هیچ وقت ناپدید نشدن. اما این پایان ماجرا نیست. چون مثلث برمودا واقعاً منطقه ساده‌ای نیست. اونجا طوفان‌های ناگهانی شکل می‌گیره، جریان‌های اقیانوسی خیلی قوی داره و یکی از شلوغ‌ترین نقاط ترافیکی دنیاست. حتی خطاهای قطب‌نما هم بعضی وقتها گزارش شده، نه به خاطر نیروی عجیب، بلکه به خاطر شرایط خاص مغناطیسی زمین. یه نظریه دیگه هم هست، حباب‌های متان از کف اقیانوس. این حباب‌ها میتونن چگالی آب رو کم کنن و باعث بشن کشتی‌ها تعادلشون رو از دست بدن. این پدیده توی آزمایشگاه ثابت شده، ولی اینکه چقدر توی برمودا نقش داشته هنوز قطعی نیست. و اینجاست که داستان‌ها شروع میشن. بعضیا میگن پای موجودات فضایی وسطه، بعضیا از دروازه‌های زمانی حرف میزنن یا شهر گمشده آتلانتیس. اما هیچ کدوم از اینها تا امروز مدرک علمی قابل قبول ندارن. نکته مهم اینه، وقتی یه منطقه شلوغه، حادثه هم بیشتره، ولی ذهن انسان دوست داره برای اتفاقات ترسناک توضیح‌های عجیب بسازه و رسانه‌ها هم این داستان‌ها رو دوست دارن. پس مثلث برمودا چیه؟ یه منطقه پرخطر؟ بله. پر از افسانه؟ قطعاً. پر از پدیده‌های فراتبیعی؟ تا امروز نه. اما همین ترکیب خطر واقعی و داستان‌های اغراق شده باعث شده مثلث برمودا یکی از معروف‌ترین رازهای دنیا بشه. و شاید سوال واقعی این نباشه که چه چیزی توی برمودا پنهانه، بلکه اینه که چرا ما آدم‌ها اینقدر عاشق راز و معما هستیم.